سلام 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 رفقا، امیدوارم که حالتون عالی باشه و پر انرژی آماده باشه برای تمرین بی‌نظیر دیگه. تمرین امروز پرفشار روی ناحیه بالایی تن است. یک تمرکز ویژه می‌خوایم بکنیم روی عضلات ناحیه پشتی که خیلی خیلی عضلات با ارزشی هستن و کمتر چون به چشم میان ما کمتر روشون تمرکز می‌کنیم، اما چون هدف برنامه فیت شو تقویت اساسی عضلات بدن و بهبود کیفیت زندگی ما خیلی روش تمرکز می‌کنیم تا هم بتونیم پاسچر بهتری داشته باشیم، هم در آینده از آسیب‌های احتمالی جلوگیری بکنیم. بریم که با هم دیگه گرم بکنیم برای گرم کردن روی زمین. توی حالت 4 دست و پا قرار بگیریم با هم دیگه و خیلی آروم میخوام پشتم رو گرد کنم به سمت سقف تا جایی که میتونم و در برگشت میام به سمت زمین. دقیقاً برعکسش رو برو بریم. آروم بیا روی حالت لو تیبل تاپ یا همون روی ساعد. حالت میز رو بگیر، دست راستم رو میذارم کنار گوشم، آرنجم بلند میشه به سمت سقف. آروم برمیگرده، نفس کشیدن یادت نره. اگر نمیتونی اینقدر به چرخی ایراد نداره، تا هر جا میتونی بیا بالا. سمت رو عوض کن. آرومی هم دوباره روی مچ شروع کن چرخیدن حول محور مچت از راست به چپ یه دایره کامل بزن. اینجوری هم مفصل شانه هم مچ رو با هم دیگه گرم میکنی. مسیر رو عوض کن از چپ به راست، اگر از راست به چپ میافتی. حالا توی حالت دو زانو با هم دیگه قرار میگیریم. خیلی آروم میخوام دستا رو بگیری بالای سره، دست رو میکشم پایین، بازش میکنم، میچرخونم تا پشت، برش میگردونم، پس میکشم پایین، باز، چرخش، پشت باز. دوباره تمام حرکات رو کامل حس کن، عضلاتی که داره انجامش میده. شکم رو داخل نگه دار. آخری و برای اولین حرکت به 2 تا دمبل نیاز داریم. میخوایم با هم دیگه پولوور بزنیم. اگر آماده جسمانی پایین اون دمبلات سنگینه، اول تک دمبلش رو نشون میدم. یه دونه دمبل رو میگیرم جلوی خط شانه. بچه‌ای که آمادگیشون پایین تره فقط پولوور بزنید و برگردونید. بچه‌ای که آمادگیشون خوبه پل میزنم، پل رو نگه میدارم، یه پولوور میزنم تو برگشت نی درایو، برمیگردونم تکرار، ولی پا عوض میکنم. 2 تا دمبل هم بگیرید دستتون، قبوله. هر جوری که میتونی اجرا کنی. اضافه بار ایجاد کن. اگه ست اول آماده نیستی، ست اول سنگین نزن، سبکتر بزن، از ست بعد اضافه بار. 3 2 پل، برو بریم.
حالا دمبل رو همون بغل یا بالای سرت هر جا راحتی بذار زمین. دست ها رو مثل 8 آرنجت رو بذار کنار تنت. توی خط شانه نمیذارم دست رو، مایلش میکنم به سمت لگنم. آروم با کتفم خودم رو هل میدم به سمت سقف. حاضری؟ پوشاپ با کتف. 3 2 آروم و کنترل شده. یکی از بهترین حرکاتی که میتونی برای بهبود فرم پشتت و تقویت عضلاتت انجام بدی. از شکمت استفاده نکن زیاد. استراحت. یه لحظه منو نگاه کنید لطفا. من الان با شکمم حرکت رو میزنم. خوب دقت کن چجوری میام بالا. یکم مایل میشم به جلو. سر و گردنم قاطی حرکت میشه. ولی الان نگاه کن، فقط دارم با اسکاپولا میزنم. مستقیم سینه میاد بیرون. یعنی اصلا تو شکمت رو سینرژی هست، کمک میکنه. نمیتونی بگی اصلا داخل نمیشه، ولی دقت کن که چقدر از شکمت کمک میگیری. بریم برای ست دوم. میتونی اضافه بار ایجاد کنی، میتونی سرعت اجرا رو کم کنی اگه دمبل سنگین نیست یا نداری دمبل سنگین. حاضر؟ برو بریم. و برو بریم برای حرکت دوم. حاضر؟ 3 2 1. و استراحت. میریم برای ست آخر. آخرین ست رو چون عضلات گرم‌تره بهترین زمان برای اضافه بار همیشه تمرکز کن و اگر میتونی اضافه بار ایجاد کن برای پولوورت. میتونی هر وسیله رو بگیری چون کم خطره، نمیخواد پرتابش کنی یا نمیخواد وزن رو تک دست بگیری. میتونی یه کیف رو یه چیزی رو پر کنی با اون اجرا بکنی. تمرکز خیلی خوب هست برای تقویت عضلات زیر بغل، عضلات سینه، بازوها. حاضری؟ 3 2 برو بریم. و برو بریم برای حرکت دوم. حاضر؟ 3 2 حرکت. و حرکت بعدی رو با هم دیگه از حالت ایستاده اجرا میکنیم. حرکت رو هست. بچه‌ها که آمادگی پایین‌تری دارن یا توان خمیده موندن رو ندارن، میتونی با این حرکت جایگزین کنی. رو میزنم توی حالت 4 دست و پا، یا حتی میتونی این دست و پاتون رو بذارید روی یک مبل یا یه میزی که شیشه نداشته باشه طبیعتا.
تک دست بزنید. اگر همون که آمادگی جسمانیتون خوب هست آروم با تن رو میبرم عقب. جفت دست رو بالا هم نمیاد. حاضری؟ 3 2 برو بریم 12 تا. با کتف حرکت رو بزن. و توی حالت نیمه زانو زده با هم قرار بگیریم. پای راست رو میذارم جلو 90 درجه، پای چپ هم 90 درجه زیر لگنمه. میتونی دستت رو اینجوری بذاری یا میتونی دستت رو برداری. دستمو میچرخونم رو به دیوار جلو کفش رو. دست رو میارم تا خط سرشانم و برمیگردونم. ببین صاف که باشی، فشارش خیلی میفته روی شانه. وقتی لگن رو میدم عقب و میتونم تکیه کنم، فشار رو میتونم بندازم روی قسمت دلتوید خلفی عضلات پشتم. حاضری؟ 3 2 برو بریم. 8 تا دونه. اگر دمبل داره سرعت اجرات رو کنترل میکنه، مخصوصا توی قسمت منفی حرکت، دمبل رو عوض کن. دست خالی هم بزنی قبوله. عوض کن سریع. پا رو عوض کن. شکم رو داخل نگه دار. 3 2 شستتو باز نگه دار. و تمام. یه استراحت میکنیم، دوباره برمیگردیم به حالت ایستاده و رو میزنیم. تو حالت نیلینگ یا همون دو زانو هم میتونی رو بزنی. بعضی شکایت میکنن چقدر بلند میشینی. ما مثل تو نیستیم، نمیتونی سری بلند شیم بشینی. میتونی یه همچین ابتکارایی داشته باشی، نمیخواد حتما بلند شیم. تو حالت زانو زده بزنی. حاضری؟ 3 2 برو بریم. و تغییر حالت کنترل شده و آروم. شکم رو بده داخل و شست رو باز نگه دار. برو بریم. اگه من بهت وسط حرکت بگم دمبل رو نگه دار، باید بتونی اینجا دستتو نگه داری، وگرنه دمبل سنگینه. سمت رو عوض کن. سریع و کنترل شده. 3 2 برو بریم. و یه استراحت. سریع میستیم با هم دیگه. برای اضافه بار حرکت رو بهتون یه سیستم یاد بدم که اگه خواستین اضافه بار ایجاد کنین بتونین. دمبل رو رد کنین از زیر یکی از پاهاتون یا جفت پاتون. کش رو دمبل دست رو میگیرم تو این حالت. دمبل رو برمیدارم آروم و کنترل شده میام پایین و رو. نمیخواد حتما برید 100 مدل دمبل بخرید، 100 تا وزن مختلف. حاضری؟ 3 2 12 تا با کنترل و آروم. شکم کی بیرونه. 2 و 1 و
استراحت. حرکت دوم رو هم با کشیات میدم. دوباره از زیر پاد میتونی رد کنی، با دست دیگه ساپورت از اونور بگیر، ده نره خدا نکرده بخوری توی صورته. همین حرکت رو که داریم با دنبل میزنیم. سمت عوض. حاضر. 3 2 برو بریم. یه استراحت بکنید، آب بخورید حتما. بین اجرای حرکت بعدی که با هم میخوایم اجرا بکنیم خیلی خیلی حرکت پرفشاریه. پس بچه‌هایی که آمادگی پایین تری دارن حتما جایگزین رو بزنید. حرکت ترکیبی از رو دوباره هست ولی توی حالت پلانک اصلش و میخوایم پشت بازو هم بهش اضافه کنیم. حالا آمادگیتون پایینه اینو بزنید. رو بازش میکنم عقب، برمیگردونم. یا بچه‌هایی که دیگه آمادگیشون خیلی پایینه یا زیر بغلشون خسته است میتونید فقط پشت بازو بزنید. آماده ای؟ بچه‌هایی هم که آمادگیشون خوبه که روی پلانک کامل 6 تا دونه است فقط. 3 2 برو بریم. باسن نچرخه. عوض کن. و یه نفس بگیر. حرکت ترکیبی بی نظیره برای محل اتصال بازو و تنه و همینطور کور. اگر نمیتونه اجرا کنی وقتی میری روی حالت 4 دست و پا اون قسمت کورش رو کمتر درگیر میکنی که باز هم اونم اگه خوب منقبض کنی بخوای یا نخوای درگیر میشه. آماده شیم برای ست دوم. 3 2 1. عوض کن. و دوباره یه استراحت. میتونی بین 3 تا استراحتت رو بیشتر کنی، تعداد رو از هر طرف مثلا به جای 6 تا 4 تا بزنی تا فشار کمتر بشه. آماده. 3 تا آخر رو با قدرت هرچه تمامتر. 3 2 برو بریم. عوض کن. و تمام. این هم از تمرین عالی امروز به پشت. روی زمین با هم دیگه دراز میکشیم، آروم میخوام زانوها رو بچرخونیم به سمت زمین. همزمان پا رو خیلی تنگ نذار، پاشنه رو باز کن یکم بازتر از لگنت. هر چرخش زانو یک دستم میره به سمت مخالف، یه دایره میزنم
هم پشتت رو هم کمرت رو اینجوری آزاد میکنی از فشار. نفس گیری یادت نره بگیر، از نصفه بده بیرون. آخری از راست شب و همین رو به روی سینه با هم دیگه روی زمین میخوابیم. دستا رو از بغل حالت 90 درجه نگه میدارم. با پای چپ هم یه قدم برمیدارم پشت لگنم، تنه رو میچرخونم. نفس آروم برگرد، عوض کن. برگرد، دست ها کنار سینه، آروم بیا بالا رو برو نگاه کن. بشین به سمت پاشنه، نگه دار. بیا روی نوک پنجات، یه لحظه سرتو بیار بالا، منو نگاه کن. از زیر بغل به زمین نزدیک میشم. مکس، عوض، مکس، عوض. برو بریم. نفس بکش. و با هم دیگه بیستیم. سر رو میارم بین دو تا بازو، مارنج‌هام رو توی هم دیگه نگه میدارم و شروع میکنم به آزاد کردن پشتم به سمت زمین. تمام عضلات بدنت رو به سمت زمین رها کن و نیم دایره بزن به راست و چپ. نباید درد برگرفته یا گزگز توی کمرت حس کنی. و این هم از تمرین عالی امروز، از اینکه کنار شماییم. خیلی خوشحالیم. پیام‌های شما تو فضای مجازی به ما انرژی میده برای اینکه هر روز بهتر و با انرژی بیشتر بیایم کنارتون. مراقب خودتون باشید.